به نام خداوند دانا و توانا. به درس های ریاضیات خوش آمدید. در جلسه قبلی توان را خواندیم. حالا چند سوال متفاوت کار میکنیم از توان که دروس ما یک تکرار شود. سوالات را شروع میکنیم. سوالونه شروع کود توان څخه و سوال اول ما مثلا یک سوال به ما میدهه. مکت یک سوال را کوی به یک قسم سوال میدهه. نوشته میکنه 2 به توان 3 و کل به توان 0. این مساوی به چند میشه؟ را خب میفهمین که نما در نماست، توان در توان است. توانونه یو بل سره ضرب کیږي. 3 ضرب 0 میشه، 3 0 سره ضرب کیږي میشه 2 به توان 0. بالاخره دا یو کیږي، این یک میشه. دویم پوښتنه کوله رو سوال دوم اگر داشته باشیم که چیرې دا داسې وسی همین سوال باشه کم تفاوت داشته باشه لکه توپیر ولري، 3 وضعی جایش تغییر بده، باز هم کدام مشکل در رخ نمیده، بیا هم هماغه جواب کیږي. 0 ضرب 3 کیږي، بیا هم 2 په توان 0 دا هم یو کیږي، این هم یک میشود. خو که چیرې داسې سوال وی اگر این قسم سوال باشه 2 به توان 0 به توان قوس نداشته باشه، که چیرې قوس ونه لري ای را از بالا ساده میکنین. دلته تاسو باید اول چای ساده کی؟ یعنی 3 به توان 0 اول ساده کنی که این مساوی به 1 میشه، دا مساوی به 1 کیږي، این میشه 2 به توان 1. 2 به توان 1 خب میفهمین که 2 میشه 2 کیږي. ولی اگر این سوال چهارم ما به این قسم شد که چیرې زموږ څلورم سوال داسې شي 2 به توان 0 به توان 3، این را میگه ساده کنید، دا ساده کی. خب شما چی را ساده میکنین؟ اول تا ساده کوی 0 په توان 3 دا هم کیږي 0، نو 2 په توان 0 2 به توان 0 میشه 1. بعضی باریکی ها را باید ببینید به اساس قوانین ساده کنید. قانون په اساس باید ساده کړئ. پنځم سوال که داسې ولرو سوال پنجم اگر داشته باشیم مثلا 2 به توان 3 و اینجام داشته باشیم به توان 4 او دلته هم ولرو به توان 15. به همین قسم چندین توان قوس موجود باشه. پس این را آسان ساده میکنید. طول توانونه یو بل سره ضرب کوی. 3 ضرب 4 ضرب 5. این مساوی میشه 2 به توان 3 ضرب 4 میشه 12، 12 ضرب 5 میشه 60، 2 په توان 18. این جواب حاصل میشه. دا سوال ماشین حساب هم ساده کولای نشی. 60 دفعه 2 را ضرب کنید دیگه اوت آف رنج میشه در ماشین حساب اگه کار کنید. همداسې باریکی دیگر اگر داشته باشیم دلته کبل موضوع دلته ولرو مثلا داسې سوال وي -2 باشه په توان 3 یا به هر توانی که باشه. تاسو دلته باید پوه شئ اول علامه چی میشه؟ منفی کیږي. علامه منفی کیږي دا کیږي 3 دفعه ضرب کی. ولی اگه اینجا یک 2 داشته باشیم دلته هم که 2 ولرو یعنی 2 توان 2 تنها می باشه. دا 2 یوازې د 2 توان ده، یا 4 باشه می توان یا سلور وی دا یوازې د 2 ده. د منفی توان دا نه ده، د منفی توان 3 ده، توان منفی 3 است. یعنی چی معنا داره؟ اگر این رقم تحلیل کنیم دا سه معنا لري، دا د سه معنا لري، اینی قسم معنا داره. امی یعنی -2 به توان 4 چند دفعه ضرب کنین؟ -2 به توان 4 3 دفعه. دا معنای داده. -2 په توان 4 3 دفعه ضرب که اینی معنا را داره. دای معنا ده که میشه به این قسم هم حل کنین. اوس علامه ضرب که علامه ها را با همدیگرش ضرب کنین. منفی ضرب منفی، مثبت مثبت ضرب منفی منفی میشه. علامه شد و این قسمت بعدیش مانده. علامهش خلاص کردیم. 2 به توان 4 ضرب 2 به توان 4 ضرب 2 به توان 4 که میشه -2. اینا را جمع میکنید 12. این را میشه به این قسم هم کار کنید. به دې طریقه هم کار کولای شئ. به این قسم هم کار میتونین. ولی امو روش باید بفهمین. دلته باید پوشی این چیزی که خیلی مهم است، شما اینجا یک توان اگر داشته باشیم مثلا دلته توان ولرو 8، دلته هم ولرو ما این 8 دغه 8، این 8 صرف توان چند است؟ یوازې د 2 توان ده. تنها توان
تنها توان چند می باشد؟ 2 می باشد. یوازې د 2 توان ده. تنها توان 2 می باشد، از دیگه عدد نیست. خو دا 15 یعنی 5 توان چیست؟ دا 15 این 5 ای هم توان منفی است، هم توان منفی است، هم د منفی توان ده و هم د 2 توان ده. توان هر دویش است، هم توان منفی است هم دوست. اینی موضوع را باید کم تحلیل کنید و بعد از او دیگه حل کردنش آسانه. نو حل آسانه ده. پس ایرا میفهمیم که منفی به توان تاق چی میشه؟ منفی میشه. 2 به توان 5 ضرب 8 سلویخت کیگی. به دی طریقه دا حل کیگی. به این طریقه یه حل میشه. شپږم سوال که چیرې داسې ولرو، سوال ششم اگر این قسم سوال داشته باشیم، مثلا مکته سوال را کوي به ما سوال میدهه از قانون تقسیم، د تقسیم له قانون سوال مکته را کوي. مثلا به این قسم به ما سوال میدهه، نوشته میکنه که 2 به توان 45 بر 2 به توان مثلا چند باشه؟ 40 باشه. ایره میگه ساده کنین. ایره ما قبلا خوانده بودیم که 3 طریقه ساده میتونیم که یک طریقش از همه بهتره، طریقه دومش هم خوبه، اما سومیش کار نمیده در این سوالایی که توان بزرگ شود که 2 را 45 دفعه ضرب کنیم، 2 را 40 دفعه ضرب کنیم. این طریقه اینجا کار نمیده. پس ایره از منفی کار گرفته میتونید، دی منفی نه کار آخسته شه که نوشته کنید 45 منفی سلویخت 15 سلویخت منفی سلویخت. دا تفریق که میشه 2 به توان 5. 2 را 5 دفعه ضرب کنید، 2 15 دفعه ضرب کنید، دا کیگی 2 دیش، این میشه 32. خب طریقه دوم هم داریم، دویم طریقه هم لرو. طریقه دوم بهتر است از این کدام. دویم طریقه به خاطر که طریقه تحلیلی است، کارتان راحت‌تر حل میکنین و سوالات در بخشای دیگر که ساده میکنید طریقه بیشتر کار میاد. حالا طریقه دوم تر از 2 به توان 45 سوال ماست، 2 به توان 40 است. کوچکش کدامه؟ کوچینه کم یوده. کوچکش خودش نوشته کنین. کوچکش 2 به توان 40 در صورت بود یا مخرج خودش نوشته کنین. اینی بخش دیگه به می تبدیل کنین. آیا شما نمیتونید نوشته کنید به عوض 40 ایرا جدا جدا نوشته کنین؟ بیل بیل دا ولی که نوشته کنید 2 به توان 40 ضرب 2 به توان چند دیگه؟ 5 دیگه. 2 به توان 15. آسان اختصار که ای با ای خدا حافظ خلاص 2 به توان 5 جواب شد. 2 به توان 15 دا هم ساده که 2 دیش کیگی 32 می شود. به او روش کار میگیرین، به این روش کار میگیرین، کار خودتانه. ولی اگر چی شود مخرج عدد بزرگ باشه، این طریقه دوم بهتر است. که چیره دلتا مخرج که توان غرد چی، مثلا اینجا باشه 5 به توان 145، اینجا باشه 5 به توان 147. این طریقه دوم به ما کار آسان میکنه. دا دویم طریقه زمو کار دیر آسانه کوي. کوچکش کدام است؟ 5 به توان 145. دای کوچی نیده. ولی بزرگش چی است؟ ایره تبدیل کنید، دای تبدیل که 5 به توان 145 یک توانش مساوی به توان کوچک شوه و دیگهش باقی ماندهش هرچی که ماند. بله چای که 5 به توان 2 میشه. حالا 2 و 145 جمع کنی چند میشه؟ 2 و 115 سلویخت است و جمع که تو کیگی پس همی عدد اول ما حاصل میشه. اوز دلتا بیا دال ده سر خدای پامان کوی خلاص میشه. در صورت ماند یک او مخرج که 15 مربع 5 مربع 25. ولی این اگه به طریقه دوم حل کنین، به طریقه منفی کردن حل کنین، کمک سوال ما طولانی حل میشه، حلش میکنیم. خلق دا مرحله طولانی کیگی به این طریقه که حل میکنید تو نوشته میکنید 5 به توان 145 منفی 5 به توان 147 منفی کوي مساوی را اینجا باید نوشته کنیم. دا چی منفی کو 5 به توان چند میشه؟ منفی 2. 15 به توان دی منفی 2 کیگی. حالا مجبور هستیم اینی را مخرجش یک دیده مخرج یو دا باید معکوس کرو. معکوسش میسازیم 1 بر 5 به توان 2 میشه. اوز دا بیرته ساده که هماغه کیگی. کمک مرحله طولانی میشه به این روش، اما او دیگه کار آسان میکنه. آقا بل طریقه کار آسانه کوي. دیگر میتونید در این طریقه هزارها و میلیون ها سوال خودتان بسازین و حلم کنین. یو موضوع ته دلته پام وکئ.
وی است که شما وقت امی یک مضمون یا ساینسی یا ریاضی هر مضمونه که باشه، هر رشته را، تا وقت شما او مضمون یاد میتانین که سوال و جواب متقابل ساخته بتانین. یعنی چی معنا؟ با سوال جواب ساخته بتانین، با جواب سوال ساخته بتانین. او وقت باز یاد گرفتین 100% موضوع را. هغه وقت یو موضوع تاسو زده کوئ، هر مضمون چی وی، که ساینسی وی، که اسلامی وی، که طبی وی، که سوداګریز مضمونونه وي، هر شی چې وي، هغه وخت تاسو زده کوئ چې متقابل سوال او ځواب ولرئ. یعنی به سوال جواب داشته باشین، به جواب سوال. او وقت باز یاد گرفتین تمامشه. هغه وقت تاسو زده کړی ده. حالا بعضی ها چی است؟ مکانیک میکنه متن، سوال از جور نمیتونه. سوال تکنیکی از پیشش از امو متن خودش و جوابش پیدا نمیتونه. اینی موضوع در یادگیری سوال و جواب متقابل کار خیلی آسان میسازه. به هر سوال یک جواب باید موجود باشه، به هر جواب یک سوال. اتم سوال که دستی ولرو، سوال هشتم اگه به قسم داشته باشیم، مثلا به ما سوال میده، هم مکتا یا سوال را کوی، کمک سوال متفاوت کار میکنیم، دا سوال کار کوو. مثلا به ما سوال میده، مکتا سوال را کوی، کمک سوال مغلقتر میکنیم. مثلا دلتا سوال را کوی، سوال به ما میده 2 به توان چند، مثلا میگه 45، 2 به توان دی 15 سلویخت، جمع 2 به توان دی مثلا 4 سلویخت، او منفی و منفی به ما میگه 2 به توان 43 و در مخرج هم نوشته میکنه 4 به توان 20 جمع بل بعد لیکی مثلا 8 نوشته میکنه، بل مکتعتل لیکی 8 هم نوشته میکنه مثلا به توان 15 به توان دی 15 است. و اینجا هم نوشته میکنه منفی هر عدد که به ما بده، طریقه یادگیریش آسان است، پیش میریم. هر عدد چیوی، مثلا سوال دیگر به ما نوشته میکنه 16 به توانه 18 به توان دی، یا هر عدد که به ما گفت 16 به توان مثلا میگه یک عدد کسری برتان میگه 45 بر 4. دا سوال وای تاسو حل کنید. این سوال را شما حل کنید. خوب سعی کنید در این سوال هر وقت که مواجه شدین راهتان گم نکنین. اولین کارتان ای باشه چی کار کنین؟ ده تاسو اول کار داده این اعداد باید یک رقم بسازین، عددونه یک رقم جور کنید. یعنی اولیه را تبدیل کنین به چی؟ اولیه تبدیل کنین، مرکب تبدیل کنین اولیه تا، مرکب تبدیل کنین به اولیه. اولین قدمتان همین است. ده تاسو لومړی کار هم داده. عدد چی را تبدیل میکنه؟ یعنی 8 تا 16 اینی را تجزیه کنه که خود به خود دیگه جواب حاصل است. و جواب خپل حاصل کیه. اول در قسمت دیگه سادهش میکنیم. اول یو بل برخه که دا ساده کوو باز آسان میشه. این سوالا رو که دیدین عاجل چی کار کنین؟ مرکب به اولیه تبدیل کنین. مخکل مرکب اولیه تبدیل کنین. حالا سعی کنید 4 که تجزیه کنیم میشه 2 به توان 2. 4 تجزیه که 2 به توان 2 کیږي. با می قسم 8 تجزیه کنین، 8 تجزیه که 8 چې تجزیه که څو کیږي میشه 2 به توان 3. او 18 تجزیه که 16 را تجزیه کنین، 16 را که تجزیه کنین چند میشه؟ 18 چې تجزیه که 2 به توان 4 کیږي. این کار آسان میسازه. دا کار آسانه کوي. حالا دیگه همین قیمت ها را نوشته میکنیم. په سوال که اوس همدا قیمتونه لیکو. در سوال همین قیمت ها را می نویسیم. همدا قیمتونه پکی لیکو. همین قیمت ها را نوشته کرده پیش میریم. صورت خود تغییر نمیدهیم. صورت بزایی وسی و سو دقیقه لپاره صورت خودش باشه به چند لحظه. بعد از او باز پیش میریم که چی تغییرات دیگر میتونیم بیاریم. نور کم تغییرات کولای شو راوړو بیا غب که هم خبری کوو. اوس د مخرج کار خلاصو. کار مخرج خلاص میکنیم. نوشته میکنیم به عوض 4 د 4 په ځای لیکو 2 به توان 2، 2 په توان دی 2.
او عمومی توان 60 ده. این توانش هم 20 از خودش. جمع به عوض 8 دیتا پزای 2 په توان دی 3 و توانشان هم 15. او منفی به عوض 16 2 به توان 4 و کل به توان 45 بر 4. په دې طریقه اوس دا ساده کوو. این را ساده می سازیم. په دا مرحله کې څه کار کیږي؟ د این مرحله چی میشه؟ صورت خو هیچ گپ نمیشه. صورت که کوم خبره نکیږي. این خودش جمع 2 به توان 44 هم خودش، منفی 2 به توان 43 هم خودش. ولی در مخرج توانا رو ضرب کنید. توانون ضرب کنید. 2 کیږي 2 به توان 40 شد، جمع 2 به توان 45 شد، 2 په توان دی 15 سلویخت. او آخری اختصار کیږي. آخریش اختصار میشه. چی گونه اختصار میشه؟ این قسم اختصار میشه. 4 ضرب 45 بر 4 کنین. دا ضرب که اینی با ای خلاص میشه. خلاص کیږي. پس میشه 2 به توان 45، 2 په توان دی 15 سلویخت. خب حالا تا این قسمت پیش رفتیم. تا دې ځای مخکې لاړو. حالا اینجا سعی کنی خود سوال به ما اشاره داره. خپل سوال محتوی یو برخه خلاصیږي. 2 به توان 45 مثبت و منفی متضاد نیستن. نو دا دواړه صفر شو. اردویش صفر شد. اردویش که صفر شد یک کار مانده. په صورت که در صورت مشترک میگیریم 2 به توان 40، 2 په توان دی سلویخت مشترک نیستو. 2 به توان 40 مشترک میگیریم. مشترک به این معنی که هر کدامش تقسیم از این شوه. مشترک به دی معنی چه هر حد باندې تقسیم شي. یعنی چی معنی؟ 2 به توان 45 تقسیم 2 به توان 40 کنین. 2 په توان دی سلویخت که میشه 2 به توان 5. دلته لیکو 2 په توان دی 15. 2 به توان 5 جمع امی قسم 2 به توان 44 2 په توان دی سلویخت تقسیم په همدا که تقسیم چند کنی؟ 2 به توان 40. دا کیږي 2 په توان دی 2 به توان 4 میشه. به می قسمی دیگرش هم 2 به توان 3 میشه. 2 په توان دی 3 کیږي. او مخرج که 2 په توان دی سلویخت هم خپلای. اوس دا اختصار کوي ساده کوي. حالا ببینین یک قسمت خلاص میشه. دغه 2 به توان 40 از این بایی خلاص میشه. دا اختصار شو. اینها اختصار شد. تنها چند ماند؟ 2 به توان 5 مخرج 1 ماند. هر عدد تقسیم 1 میشه 1 خود عدد. هر عدد چه یو باندې تقسیم شي کیږي خپل عدد. میشه چند؟ 32 جمع 16 او دابل هم کیږي 8. کلش ساده کنه دیگه. زموږ نهایی جواب سلویخت شد. از عدد بزرگ و جنجالی ما 40 حاصل کردیم. سلویخت حاصل شد. زموږ جواب سلویخت شد. جواب ما 40 شد. این سوال هم به می قسم حل میشه. دا سوال هم به همدی طریقه حل کیږي. نه هم سوال 9 هم داشته باشیم. یک سوال نسبتا متفاوت داشته باشیم. یا سوال ولرو چې لک توپیر ولري، فرق داشته باشه از یکدیگر، خود کم متفاوت باشه تا او را هم بتانیم به بسیار آسانی حلش کنیم. خب سوال اگه این قسم باشه، مثلا برتان میگه 3 به توان سال چند 2025 است. 3 به توان 2025 3 به توان 2025 جمع 3 به توان 2024 این عدد باشه. و در مخرج هم عدد داشته باشیم. په مخرج که هم یو عدد ولرو. مثلا داشته باشیم چند؟ مثلا 10 عدد ولرو. این قسم عدد داشته باشیم. 3 په توان 2024 داشته باشیم. این را داشته باشیم. دا عدد ولرو. باز امی عدد ما مکمل ضرب شوه یا تقسیم شوه. مکمل ضرب شي یا تقسیم شي په یو بل عدد باندې. ضرب یک عدد دیگر شوه. مثلا ضرب چند شوه؟ ضرب 2 به توان منفی چند شوه؟ 2 شوه. 2 به توان منفی 2 شوه. میگه این سوال حل کنین. نو دا سوال حل کی. این طرف هم ضرب است. دلتان قوس نوشته میکنین نقطه. اول دا ساده کوو. این را ساده میکنیم. چند مشترک میگیریم؟ کم عدد مشترک اخلو؟ مشترک دلتان میگیره یا هم مخرج یک حد است
میتونی جدا جدا تقسیمش کنی، بیل بیل کولش دا تقسیم که اگر مخرج یک حده بود این قسمه میتونی کار کنین، که مخرج یو حده و دا طریقه بنده هم کار کولشه. نوشته کنی 3 به توان 2025، اینجا نوشته کنی بر 3 به توان 2024. علامت چای در جمع جدا جدا نوشتش کنین، بیل بیلی ولی که، ولی شرط است که مخرج ما یک حد باشه، جمع و تفریق کتش نباشه، جمع و تفریق پکی نوی، تقسیم پکی نوی. اگر ضرب هم بود مشکل نیست. ضرب ای را ساده میکنیم، دابل هم ساده که و میشه 1 بر 2 به توان 2 معکوس شد توان منفی و وسط ساده که و این را ساده میکنیم. سعی کنین اولش میشه، اول برخطا سو گوری میشه 3 به توان 1 3 به توان 1، این دیگه هم 3 به توان 0 میشه 3 به توان 0 کیگی. از 2024 24 تفریق کنین، ضرب 1 بر 4 1 پر سالور دا کیگی 2 مربع 4. حالا این میشه 3 1 ضرب 1 بر 4. این را ساده میسازیم، بالاخره دا کیگی سالور ضرب 4 ضرب 1 بر 4. این اعداد چیز معکوس یک دیگه خود است، دیوبل معکوس در دال ده سره خلاص شد، جواب شد یو. جواب شد 1. جواب سوال ما 1 شد. لسمه پختنه. سوال دهم. سوال دهم داشته باشیم، مثلا یک سوال متفاوت داشته باشیم یا بل سوال هم بلرو. مثلا به ما سوال این قسم نوشته میکنه -2 به توان 4، -2 به توان 4 او دلتا هم وی 3. اینجا باشه 3 یک جزء سوال و بعد از اینجا به ما هم نوشته کنه مثلا دلتا هم لاندی برخه که ولرو در مخرج داشته باشیم، په مخرج که ولرو. مثلا اینجا این قسم سوال داشته باشیم -2 اینجا 3 باشه دلتا 4 وسی. دلتا باریکی تا متوجه وسی. خب اول صورت ساده کوو. توان منفی در صورت جفت یا طاق است. دی منفی توان په صورت که جفت ده که طاق ده. توانش چیست؟ طاق است، پس منفی میشه، نو منفی کیگی. این منفی میشه، درست؟ و اینجا میشه 2 به توان 4 ضرب 3 چند میشه؟ 4 ضرب 2 کیگی 2 کیگی. خب مخرج که بگوری، در مخرج سعی کنین توان منفی چند است؟ دی منفی توان چو ده؟ جفت ده. توان منفی جفت است، پس این میشه مثبت. و 2 به توان 3 ضرب 4 چند میشه؟ 12 2 کیگی. پس بالاخره اید تا خلاص شد دا هم یو. یعنی ما در صورت -1 در مخرج مثبت 1 که بالاخره جواب میشه -1. جواب کیگی -1. در توان دیگه چیزا براتون مشکل جور نمیکنه. قانونا رو یاد کنین، به خصوص همی قانون منفی را، منفی لرون که قانون منفیش همی یک باریکی داره، باریکی لری. اکثر خلق هم دلت اشتباه کوي، اکثر مردم اشتباه میکنه. چه قسم اشتباه میکنه؟ این قسم پیش میرن، میگه 2 به توان 4 به توان 3. ایره که کار میکنیم روش غلط حال کار میکنیم. پیش از پیش یک چلیپا بتم متانال بعضی ها ذهن نشین همی نشه برتان. ایره تو کار میکنه، میگه -2 به توان 4 ضرب 3. این میشه میگه -2 به توان 12. پس میگه این نتیجه شد مثبت 2 به توان 12. این غلط. چرا؟ چی غلطی کردی؟ میگه بگو تو اینجا یک غلطی کردی که این منفی بیچاره را تنها دیده بودی، برش توان زیادگی دادی. اینی 4 تنها توان 2 بود، تو به منفی هم دادی. دا 4 یوازی دی 2 توان و تا منفی تا هم ور کرد. اینجا خرابی کردی. بگو این روش غلطت است. پس این روش که کار شده بود دیگه کاملا غلط است. چندین چلیپا بتینش و هم به قلم سرخ چلیپا بتینشه. با دیگه رنگ قلم هم اگه چلیپا بتین بازم اشتباه کار میکنه. به قلم سرخ بدینش که دیگه تکرار نکنه. و بالاخره
یک مثال کار میکنیم کمی مفهوم جذر هم بدانیم، چون جلسه دیگر ما جذر است درس ما. دلتا یه ولسم مثال اینی را میگه به جذر شما تبدیل کنید. 2 به توان مثلا نوشته میکنه 5 بر 6 نوشته میکنه، 15 پر شپک دالی که این اول یک جذر نوشته کنین، اول یک جذر دلتا ولی که خب دا دیر آسانه ده، خیلی آسانه. اینی 2 میای اینجا، این 2 چی میشه؟ مجذور میشه. هم دقیقه 2 مجذور ده. مجذور چی مانا؟ عدد تحت جذر. مجذور یعنی هغه عدد چی جذر لاندیده. خب این خوشد این صورت چی میشه؟ دا صورت چی کیگی؟ این صورت ببینین، این صورت میای این اینجا، این چی میشه؟ توان مجذور میشه. دی مجذور توان میشه. این چی شد؟ توان شد. دا توان شد. یک جزء دیگر مانده یا بلا برخپات ده. اینی چی میشه؟ این میای اینجا درجه میشه. دغه درجه کیگی. پس به این قسم مفهوم جذر این است: توان عدد که کسری بود امیره جذر میگه. کچیر دی یو عدد توان کسری و همدی تا جذر وایی. ای به می قسم کار میشه. یا بل مثال بلرو، مثال دیگر داشته باشیم. مثال 12 به ما ای قسم میگه. مثلا میگه 5 به توان 48 بر مثلا چند باشه؟ 37. ای را میگه چه قسم معنا داره؟ دا چه معنا لري؟ بگوی اول یک جذر رسم کو. از جذر نترسین. جذر خیلی آسانه. جذر بهترین دوستتان در ریاضی است که هیچ وقت شما را رها نمیکنه. از پیشش ترس نداشته باشه. خیلی آسان هم است. تنها شما یک کار دارین که در ریاضی خودتان کارتان هم مشکل میکنه. قانونا را یک مطالعه نمیکنه، قانونا را یاد نمیگیرین و سر به خود اگه پیش رفتین باز غلط میشه. پس این میشه مجذور. دا مجذور کیگی. این مجذور میشه. درست؟ این که مجذور شد، حالا این دیگه قسمت ها را میبینیم. دا نور برخی گورو. این میای اینجا 8 دل ترازی. این شد توان. داش و توان. و دیگه چی مانده؟ مخرج. دا کیگی ای چی میشه؟ درجهش. درجهش میشه. دا کیگی درجه. درجه جذر میشه. پس جذر اینی مفهوم داره. جذر دا مفهوم لري. رابطه نزدیک با یک دیگر داره. یا بل سره نږدې اړیکې لري. رابطه جذر و توان فهمیدیم. حالا یک مثال دو مثال از رابطه امی توان با لوگاریتم هم بفهمین، چون وقتی که لوگاریتم شروع کنیم امی مفهوم ابتداییش باید بفهمین. وقتی که به شما میگه لوگاریتم، شما از لوگاریتم نترسین. بگوین یک شکل دیگه توان است. دی توان یو بل شکل ده. از پیشش ترس نداشته باشین. دی توان یو بل شکل ده. فقط بگو چی است اتر است. یک مثال براتون کار کنم. مثلا اینجا 16 است، دلتش 4 است، اینجا 2 است. خب اول امیر کمک براتون معرفی کنم. این عدد که پایان است، دغه عدد چی دلته ده. این را میگه قاعده و اینی را بالا را عدد لوگاریتمی میگه. دیتا عدد لوگاریتمی میگه. عدد لوگاریتمی. پس ای هم ای را که ساده کنین بالاخره اینی میشه 3. دغه کیگی دری 4 میشه. چرا 4 میشه؟ اصلا روش ساده سازیش باز که براتون میگم که چه قسم ساده میکنه. امیر بهتره براتون ساده کنیم که چه قسم 4 میشه. هم دغه درته ساده کوم چې څنګه سالور کیگی. این قسم ساده میشه. بعد لوگاریتم میخوانه. حالا کسایی که یاد داره خوب، کسایی که یاد نداره تشویش نکنه چون کامل میخوانین. این 16 را تجزیه کنین. داش 4 است تاسو تجزیه کی. این میشه 2 به توان چند؟ 2 به توان 4 میشه. درست؟ این 4 میاید در لوگاریتم وقتی که شما میخوانید دغه سلور رازی ضریب کیگی. این میاید در پیش رو 4 ضرب لوگ 2 میشه. سلور ضرب لوگ 2 کیگی. لوگاریتم که عدد لوگاریتمیش و قاعدیش مساوی باشه اینی 1 میشه. دغه 1 کیگی. پس 4 ضرب 1 میشه 4. سلور ضرب 1 کیگی سلور. این به این قسم حاصل میشه. اما ایش ما کار نداریم فعلا. این را مکمل میخوانین بعدن.
حالا فقط امی رابطه از ای و چی را بفهمین؟ توانه. لوگاریتم به این قسم باشه 2 اینجا 16 این مساوی شود به 4. این را به شکل توان چه قسم نوشته میکنیم؟ دی توان به شکل سنگی لیکو. اول امی را نوشته کنین. قاعده هیچ تغییر نمیکنه، قاعده تغییر کوینه. قاعده 2 است. اینی را توانش بسازین. این را بیارین اینجا توانش بسازین. دغه توان جور کی و این 16 را بیارین این طرف مساوات. خلاص بده اینی رابطه شان است. دغه رابطه ده که در آینده ها هم این را میخوانیم. پراتون که دا مکمل وایو مکمل این را میخوانیم. مکمل را میخوانیم و دی تشویش نداشته باشین. حالا فقط این را فهمیدیم که امی توان با می دو تای دیگر چی رابطه داره؟ با جذر چی رابطه داره؟ توان ل جذر سره څه اړیکه لري او له لوگاریتم سره څه اړیکه لري؟ په لاندې ډول دا موږ وپیژنده. به طریقه کوتاه به یک مفهوم کوتاه حاصل کردیم. یعنی اینی حاصل کردیم. خلاصه براتان بگویم که جذر و لوگاریتم چی می باشه؟ جذر و لوگاریتم هر دویش چی می باشه؟ یکی از اشکال توان می باشه. شکل توان است. جذر و لوگاریتم ریشه توان داره، یعنی به اساس توان پیش میره. یکی از اشکال توان می باشند. جذر او لوگاریتم څه شی ده؟ د توان یو شکل ده. جذر یو بیل شکل ده او لوگاریتم بیل شکل ده. پس امی مفهوم را دانستیم. زموږ درس پای ته ورسیده. تا درس دیگر خدا حافظتان.